قد كتبنا صفحة المجد التالي أيها التاريخ عدنا قد رجعنا بالجديد بالدماء قد كتبنا صفحة المجد التالي. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و سلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. سلام و صد درود خدمت شما عزیزانی که ما را همراهی میکنید تا شما هم باشید یکی از نامهای جاویدان. نام جاویدان به این معنا که واجعل لی لسان صدق فی الاخرین. خود حضرت ابراهیم علیه السلام از خداوند میخواست که خدایا نام منو جاویدان بذار که بعد از من مردم که میاند لسان صدقی باشند برای من دعا کنند. اینی که انسانهایی که از این دنیا رفتند و نام نیکوشون مونده انسانهایی بودند مثل من و شما و تاریخ تا به روز قیامت بر اونها میگه که رحمهم الله رضی الله عنهم علیهم الصلاة و السلام و دعای خیر. خب انسان میتونه گناهکار باشه اما خب عقلش باید اون رو نهایتاً به سوی ایمان بکشونه و ماهی رو هم هر وقت از آب بگیری تازه است. هر وقت فرصت توبه به دست اومد توبه کن و برگرد پیش خدا و بیایید این هفتهمون رو بذاریم هفته توبه، هفته بازگشت به سوی خدا. هر آنچه هستی بازا، این درگه ما درگه ناامیدی نیست. گر کافر و گبر بت پرستی بازا، هر گناهی که کردی، هر کی هستی، هر بدی که کردی، هر چقدر با خدا قهر بودی و از خدا دور بودی، الان فرصت بازگشته. میخوایم که بیاییم با یکی از صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که وقتی که اومد به سوی پیامبر اصلا پیامبر روش ازش برگردون. پیامبر اصلا نمیخواست که بهش نگاه کنه. اینقدر انسان بدی بود و اینقدر بدی کرده بود که دیگه این لیاقت رو هم نداشت که پیامبر بهش نگاه کنه. و اما با این وجود آخرین وقتی که تصمیم گرفت که آدم درستی بشه توبه کرد، بر توبه اش پای بند ماند و تونست در آخرین لحظاتی از عمری، چند سالی بیشتر که بعد از اون زندگی نکرد، این زندگی رو پاک کنه هر آنچه که قبلا بدی هایی که کرده بود و بشه یکی از سادات اهل بهشت، یکی از سروران جوانای اهل بهشت. میدونید این کیه؟ عجیبه. حالا این اولا پسر عموی پیامبر هست، از خیلی هم به پیامبر شباهت داشت که افرادی که کمسو بود چیشاشون اینا وقتی اینو میدیدن فکر میکردن خود پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم هست. بعدش هم حتی برادر شیری پیامبر بود، یعنی حلیمه سعدیه که پیامبر رو بزرگ کرده بود و به شیر داده بود، به ایشون هم ابو سفیان ابن الحارث پسر عموی پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم هم شیر داده بود. همبازی دوران بچگی پیامبر بود، رفیق دوران نوجوانی، عزیز دوران جوانی، یک شاعر بیمانند و یک سوارکار بسیار ماهر، پهلوون، خوشزبان، ادیب و سخنور. و وقتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم به عنوان رسول الله مبعوث شد از جانب خداوند و انتخاب شد، خب از لطف خداوند بر پیامبر این بود که بهترین و نزدیکترین افرادی که کنارش بودن به پیامبر ایمان آوردن. چرا که اینها پیامبر را خوب میشناختن، از ریز و درشت زندگیش مطلع بودن. خدیجه ایمان آورد رضی الله عنها، ابوبکر صدیق ایمان آورد رضی الله عنه، پسر بچه‌ای که تو خونه پیامبر بود حضرت علی ایمان آورد، زید ایمان آورد، ابو سفیان اینی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اینقدر بهش نزدیک بود و دوست و عزیز پیامبر بود، خب انتظار میرفت که مسلمون بشه با اون عقلی که داشت، با اون ذکاوت و هوشی که داشت. اما متاسفانه شیطان خزیده بود زیر پوستش که من یه پهلوون سوارکار
ادیب و سخنور بودن. میدونید در اون زمان به مثابه چی بود؟ عینهو یک شبکه تلویزیونی بسیار قوی، یعنی شاعر اون زمان رسانه اون زمان بود. شاعر اون زمان دیگه حرفش حرف بود و فوراً مردم شعرش رو حفظ میکردن. اگر کسی رو تعریف میکرد اون دیگه میشد یک افتخار، و اگر کسی رو بعدش میگفت دیگه اون نمیتونه سرش رو جلوی مردم بلند کنه و همه مردم شعراشون رو حفظ میکردند و حرفش میگشت در بین مردم و در بین قبایل. این فرد دید که من خب اگر قراره که کسی پیامبر باشه من باید باشم دیگه، و شیطان نگذاشتش که مسلمون بشه. نه اینکه مسلمون نشد، بلکه این قدرت و توان و سوارکاری و شمشیرزنی که داشت و این زبان و قدرت بیانی که داشت همه را گذاشت برای زدن اسلام و ضربه زدن به مسلمون ها و متنفر کردن مردم از اسلام. مثل رسانه های امروزی. الان تصور کنید رسانه های امروزی که هر چی بدی و زشتی هست تو دنیا میچسبونن به مسلمون ها. ابو سفیان ابن الحارث کارش همین بود. خب دیگه ضربه های بسیار شدیدی بر پیکر اسلام آورد و خیلی بد زبان هم بود و فحش‌ها و ناسزاهای خیلی بدی به پیامبر میداد. حتی کسایی که از مسلمان‌ها که شاعر بودن مونده بودن چطور بهش رد بزنن. آخه پسر عموی پیامبره، اون که میز گفت دیگه زبانش بیلگام بود، اما مسلمون که اخلاق داره دیگه نمیتونه همینجور زبونش رو ول کنه. تازه اگر میخوای بد بگی مثلا بهش بگی که پدرت آدم بدی بوده، پدرت. خب ریتم فحش دادن اون زمانه همینجوری بود که بگن آقا تو کی هستی، تو که پدرت اینطوری بود. خب پدرش عموی پیامبره، بدی پدر و خانواده‌شو بگی خب این همین خانواده پیامبرن. خب مسلمانان این جرأت رو نکردن، اصلا دلشون نمیشد که چیزی بگن که نکنه که باعث اذیت و آزار پیامبر بشه. و حکایت این 20 سال اینطوری با اسلام جنگید تا اینی که اسلام رشد کرد، اسلام قوی شد، مسلمان ها اومدن مدینه، دولت اسلام تشکل پیدا کرد، بعد غزوه هایی رو مسلمان ها پیروز شدن تا اینی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم قصد فتح مکه رو کرد که خانه خدا رو از اشغال بت‌ها و بت پرست‌ها نجات بده. وقتی پیامبر به سوی مکه حرکت کرد، ابو سفیان دید که دیگه خطش کور شد دیگه. الان پیامبر برسه به مکه مسلمان‌ها گردنش رو میزنند. بعد از این همه تاریخ جنایت و در حال دیگه اسلام از کمتر کسی اینطور ضربه دیده بود که از ابو سفیان ابن الحارث دیده بود. اومد زن و بچه‌ش رو گفت که زودی خودتون رو جمع کنید که از مکه باید فرار کنید. خانواده‌اش گفتند ابو سفیان ببین کجا میخوای فرار کنی؟ این اسلامی که مثل آفتاب داره طلوع میکنه و همه دنیا رو میگیره، میخوای کجا بری؟ گفت اینجا برسن منو میکشن. گفت ببین عقل تو چرا نمیخوای به کار ببینی؟ چرا همیشه لجاجت؟ همه عرب و عجم دارن مسلمون میشن، تو که از همه بهتر اسلام رو درک میکنی، تو که از همه بهتر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو میشناسی، چرا نمیای مسلمون بشی؟ چرا نمیای عقل تو به کار بگیری؟ خب اینجا بود که به فکر اومد که بله منم راه حلی غیر از این نیست. خب چطور برم، با چه رویی برم پیش پیامبر؟ اینجا بود که فکر کرد که گفت که بیا مذکور یه غلامی داشت، مذکور رو گفت با پسر کوچیکی داشت جعفر، گفت جعفر مذکور بیا با هم بریم. رفتن که تو راهی که پیامبر داره از مدینه به طرف مکه میاد اونجا پیامبر رو ببینند و معذرت خواهی کنه. خب مسلمون ها لشکر داشت از اونجا گروهان از مدینه به سوی مکه می اومدن. خب کسی اگر از مسلمون ها ابو سفیان رو بشناسه که گردنشو میزنه. چی کار کرد؟ اومد صورتشو پوشوند، بچه‌شو هم گرفته بود، اون برده رو هم با خودش داشت و سعی میکرد از سپاهیان دور حرکت کنه تا کسی اون رو نشناسه.
تا اینی که همون کوکبه ای که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو در خودش داشت نزدیک شد، فهمید که پیامبر همین است، رفت خودش رو مستقیم جلوی پیامبر ظاهر شد و صورتش رو باز کرد. صورتش رو باز کرد پیامبر وقتی که ابو سفیان ابن حارث رو دید، این رسانه فساد و این همه تاریخ جنایت که جلوی چشم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود از این فرد، پیامبر دیگه روش رو ازش برگردون. این هم رفت جلوی پیامبر این ور، پیامبر روش رو این ور اومد این ور، هر جا میرفت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نمیخواست نگاش کنه. رفت خودش رو نزدیک کرد به حضرت ابوبکر که شاید ابوبکر شفاعتی کنه. ابوبکر وقتی دید پیامبر دیگه ازش روش برگردون، ابوبکر هم بهش نگاهی نکرد، هیچ گونه توجهی نکرد. گفت رفت پیش عمر، دید که عمر اصلا بهش بها نمیده. نه این عمر بی که از انصاریان اشاره کرد، میدونین کیه؟ نه. گفت این همون کسی است که این همه شعر و این همه بدیا و اینایی که در مورد پیامبر گفت، این یک رسانه بسیار خطرناک بر ضد اسلام بوده. این انصاری هم پیله کرد دنبالشو، میگفت تا بودی که این حرفا رو زدی، تا چطور جرأت میکرد؟ مسلمانای دیگه مهاجرین که میشناسن وقتی اینو میدیدن اینقدر این داره لهش میکنه، اینقدر داره آبروشو میبره، خوشحال بودن، لبخند میزدن. یا خب متوجه عباس شد، عموش رفت پیشش گفت عباس جان، عمو جان دست به هم به دامنت، بیا یک شفاعتی کن، من مسلمون شدم، منو اینجور کار نکنن. گفت که ابو سفیان کارایی که تو کردی دیگه من جرأت ندارم که برم پیش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در مورد تو یکی حرفی بزنم. با یه کاری دست به دامنت. گفت که دست به دامن اینو نیست، اینجا من اصلا خجالت میکشم، نمیتونم تو صورت پیامبر نگاه کنم در مورد تو یکی حرف بزنم. حضرت علی رو دید، رفت چسبید به حضرت علی، علی جان پسرعمو، من و تو برادریم، خب یک دست به دامنت. علی گفت نه من در مورد تو یکی هیچ کاری از دستم بر نمیاد، برو. ای بابا. بعد رفت پیش عباس، عباس چون گفت که کاری از دست من، خب حالا که نمیتونی کاری کنی، حداقل همین انصاریه که اینجور منو جلوی مردم خیتم میکنه و آبروم رو برده و همیشه بعد و بیرام بهم میگه، از دست این منو نجات بده. گفت کیه این؟ گفت اینجوری شکلش اینجوری. گفت نعمان ابن الحارث نجاری رو میگی؟ این از من نجار مرد. خب حالا یک کاریش میکنم. عباس نعمان رو صداش زد، گفت نعمان جان ببین، درسته که این آدم بدی بوده و این همه، و اما میخواد مسلمون بشه و حالا بعدش تازه این پسر عموی پیامبره، برادر شیری پیامبره، حالا پیامبر ازش عصبانیه، خب فردا دیدی پیامبر راضی شد ازش، اون وقت نشه که باز که چرا همچی حرفایی بهش زدم، و تازه پسر برادرزاده منم هست. گفت این فرد من رهاش نمی کنم، این به پیامبر توهین کرده. گفت نعمان جان دست به دامنت، خواهشن فعلا تو یکم دست از سرش بردار تا ببینیم چی میشه. نعمان اصرار حضرت عباس رو که دید گفت باشه بس فعلا میذارمش تا دستم بهش برسه، سر فرصت حسابشو میرسم. بعد این دیگه مونده بود که چه کار کنه. تو مسیر هر جایی که خیمه میزدن میرفت خودش و بچهش جلوی خیمه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می نشستن که وقتی پیامبر بیرون میشه اونا رو ببینه با این وضع حال و ذلت و خاری که توش افتادن، شاید دل پیامبر رو بدونن به دست بیارن. پیامبر هم وقتی می اومد اصلا بهش توجهی نمیکرد، تا اینی که دید که هیچ راه حلی نداره. آخرش رفت پیش زنش و گفت ببین من دیگه ناامید شدم، اگر پیامبر به من توجه نکنه و به اسلام منو قبول نکنه، من همین بچه‌م جعفر رو میگیرم میرم به صحرا، میرم تو همین صحرا هلاک بشم، دیگه این زندگی واسه من بی ارزش شده. زنش ترسید و این حرف رو به پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم رسوندن. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم وقتی که از خیمهشون بیرون شدند و یک بار دیگه اینو دیدن، یه مقداری جلوش یعنی اون عصبانیت رو کم کرده بودن، یه لبخندی بهش زدن. این دیگه پرده امید رو براش باز کرد،
دیگه الان دید که شاید پیامبر منو ببخشه. خودش میدونست که چه جنایت هایی کرده، اما امید داشت به خاطر جایگاهی که داره، به خاطر اون قدرت و توانی داره، به خاطر اون صلاحیت ها و استعدادایی که داره، شاید خداوند ازش در بگذره و پیامبر ازش راضی بشه و بتونه خدمت اسلام بکنه. بعد از فتح مکه غزوه حنین شد. اینجا بود که دیگه تمام عربا جمع شده بودند که باید اسلام رو نیست و نابود کنند و یک حمله بسیار وحشتناکی رو برای اسلام و مسلمان ها چیده بودند. در این میدان خب فرصت رو ابو سفیان بن الحارث غنیمت شمرد. اینجوریه انسانی که راه رو اشتباه رفته و نمیدونم گمراه شده، الان اگر یک فرصت طلایی پیش اومد باید برای خودش ثابت کنه که اون مرد میدانه. ابو سفیان با خودش عهد کرد که در این غزوه آنچنان می جنگم که کفاره تمام بدیهام بشه و در این نبرد تیکه تیکه بشم. در غزوه حنین اتفاقی که افتاد، برخی از مسلمان‌ها فکر می‌کردند که دیگه الان مسلمان‌ها پیروز شدن، عددشون زیاد هست، دیگه کسی نمیتونه اونا رو شکست بده و این باعث شد که بود که خداوند متعال اونها رو امتحان کنه و در یک حمله یا غافلگیرانه مسلمان‌ها فرار کردند. این پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بود که مثل شیر تو میدان بود و تعداد بسیار اندکی از صحابه من جمله عباس که مهار اسب پیامبر رو گرفته بود و ابو سفیان که یه دستشو گذاشته بود تو رکاب پیامبر و با یک دست دیگه شمشیر میزد و مردانه میجنگید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این شیوه نبرد این جوان مردو که دید، از عباس پرسید این کیه؟ گفت این برادرته، ابو سفیان ابن الحارث. رسول اکرم ببین این بدیها کرده، ازش راضی شو، ببخشش، از درگذشت. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودم که من بخشیدمش. این بخشیدمش دیگه کاری شده بود که این دیگه ابو سفیان میخواست پرواز کنه از خوشحالی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از اون درگذشته و اسلامش رو قبول کرده و لبخند زده بروش. دیگه ابو سفیان آنچنان مردانه جنگید و بوسید پای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که تو رکاب بود و پیامبر هم که گفت که برادر بجنگ تا بجنگیم. اینجا دیگه پیامبر بهش گفته بود برادر، دیگه ببین چه حال و هوای ابو سفیان به دست داشته. در این نبرد جانانه ابو سفیان ثابت کرد که ایمانش راسخ و مستقیم هست و دیگه اما در تمام زندگیش هرگز نتونست تو چهره پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نگاه کنه، از بس که خجالت میکشید. و یک مؤمن بسیار صادق و راستگو اهل عبادت و تقوا بود که یه روزی حتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به ام المؤمنین عایشه صدیقه اشاره کرد، گفت اینو میشناسی؟ گفتن نه یا رسول الله. گفت این برادرمه، ابو سفیان ابن الحارث پسر عموم. اولین کسی که وارد مسجد میشه، آخرین کسی که از مسجد بیرون میشه. و ابو سفیان واقعا یک انسان مؤمن و صادق و صالحی بود و شد تا وقتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از این دنیا رحلت فرمودند. وقتی که پیامبر از این دنیا رفتند، ابو سفیان شده بود مثل یتیم ها، دیوونه‌وار شعر میگفت و میگریست در وصف پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. ارقت فبات لیلی لا یزول و لیل اخی المصیبت فیه طول. من دیگه خسته شدم، گریانم، شبهام طولانی است، همیشه در فراق یار، در فراق رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. ما وحی از آسمون دیگه نمیاد، جبریل دیگه نمیاد، پیامبری دیگه نیست که دست ما رو در سختی ها بگیره و ما رو هدایت کنه و به ما راه رو نشون بده. و یهدینا فلا نخشى ضلالا علینا والرسول لنا دلیل. این همش این فرصت های طلایی وجود پیامبر از ما دور شد. افاطم ان جزعت فذاک عذر و ان لم تجزعی ذاک السبیل. فاطمه جون تو که گریه میکنی واقعا حق داری، پیامبر رفته، پدر رفته. فقبر ابیک سید کل قبر. حتی قبر پدرت سردار قبر هاست. و فیه سید الناس الرسول. و در داخل این قبر، در شکم این قبر، سید بنی آدم، سید ولد آدم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هست.
و ابو سفیان ابن حارث به عنوان یک مؤمن صالح در زمان حضرت ابوبکر صدیق و پس از اون حضرت عمر ابن فاروق بودند تا در زمان حضرت عمر ابن فاروق وقتی که وفاتشون رسیده بود به خانوادهشون اطلاع دادن که من ظاهرا دارم میرم. خودشون با دست خودشون قبرشون رو کندن و بعد از 3 روز وفات کردند و حضرت عمر برشون نماز خوندن و وصیت کرده بودند به خانوادهشون که بر سر من گریه نکنید، پس از من گریه نکنید، به خدا سوگند. ببینید خیلی مهمه، خیلی مهمه ای انسان غافل از خدا. وقتی که خداوند یه فرصتی بهت میده مثل ابو سفیان ابن الحارث باشه، گفت به خدا سوگند از وقتی که مسلمون شدم تا به امروز هیچ گناهی از من سر نزده، پس خانوادم گریه نکنید که من انشاءالله خداوند متعال از من در خواهد گذشت. و به این صورت این مرد مجاهد مؤمن بعد از اون تاریخ بسیار بد تونست همه گذشته هاش رو پاک کنه، توبه و بازگشت به سوی خداوند منان. درس بسیار مهمی است که از ابو سفیان ابن حارث ما میگیریم و این هفته رو خودمون رو تربیت میکنیم بر توبه کردن و بازگشت به سوی خدا و کفاره ما سبق رو، گذشته هامون رو با نیکی ها و خوبی ها بشوریم، پاک کنیم. ان الحسنات یذهبن السیئات. خداوند متعال به ما میفرماید که خوبی ها گناهان رو پاک میکنند. با خوبی هایمون گناه های گذشتمون رو پاک کنیم و بشیم مثل ابو سفیان ابن حارث نمونه از یک انسان تقی و پرهیزگار و انسانی که به سوی خداش صادقانه بازگشته. كتبنا صفحة